گیاهان آپارتمانی به آب نیاز دارن. این رو تقریبا همه کسایی که گل و گیاه دارن میدونن. بعضی از گیاهان به کیفیت آب حساس ترن، در حالی که بعضیشون کمتر با این قضیه مشکلی پیدا میکنن. تو این ویدیو میخوام در مورد انواع آب آبیاری و معرفی بهترین آب برای گیاهان آپارتمانی صحبت کنم. سلام، من مجید هستم و این اپیزود اول از کانال کیپ پلنته. من اینجا هر بار از تجربه هام، کنجکاویام و پرسه زدنام لابلای گیاهان میگم و تو این ویدیو میخوام درباره دسته‌بندی آبها و کیفیت اونها و نحوه آبیاری گیاهان آپارتمانی صحبت کنم. آبها رو از نظر کیفیت به 6 دسته ما تقسیم میکنیم: آب با سختی بالا، آب با سختی پایین، آب لوله کشی، آب بارون یا برف، آب مقطر و در نهایت آب فیلتر شده. آب با سختی بالا مثل آب چاه برای آبیاری گیاهان آپارتمانی مناسب نیست. این آب نمک‌های کلسیم و منیزیم بیشتری نسبت به آب‌های نرم داره. در نگاه اول به نظر میاد چون کلسیم و منیزیم به عنوان دو عنصر مغذی و ضروری برای گیاهان هستند، پس آبهای سخت باید مناسبترین آب برای آبیاری گیاهان باشند، ولی اینطور نیست و بالا بودن مقدار این عناصر در آب آبیاری مانع از جذب عناصر مغذی مفیدی مثل پتاسیم میشه. در ضمن این عناصر به شکل کربنات کلسیم و کربنات منیزیم هستند که فرم غیر قابل جذب برای گیاهان به حساب میاد. آبهای زیرزمینی به خصوص در مناطق گرم و خشک ایران سختی بالایی دارند و آبیاری گیاهان با آبهای سخت باعث تجمع نمک‌های کلسیم و منیزیم توی خاک میشه و به مرور pH خاک رو بالا میبره. حالا اینکه pH چی هستش رو جلوتر میگم. کلاً ترجیح میدم که کمتر وارد مباحث فنی خاک شناسی بشم. اینجا این سوال پیش میاد که اگر هیچ آب دیگه‌ای به جز آب چاه برای آبیاری نداشتیم چه کار کنیم؟ نباید گل و گیاه داشته باشیم؟ در جواب باید بگم که چرا، شما هم میتونید گل و گیاه داشته باشید، ولی باید اولا در انتخاب گیاهتون دقت کنید و گیاهی رو انتخاب کنید که خیلی حساس نباشه. شاید برای بعضیا سوال پیش بیاد که گیاهان حساس چه گیاهانی هستند؟ من به وقتش گیاهان حساس و گیاهان مقاوم رو بهتون معرفی میکنم. مورد دوم، بعد از 2 الی 3 بار آبیاری با آب چاه گیاهتون رو با آب خالص بارون یا برف یا آب مقطر آبیاری کنید و بهتر خاک گلدون رو هر سال تعویض کنید. این کار باعث میشه که تجمع نمک‌ها آسیبی به ریشه گیاهتون وارد نکنه. در مورد دسته دوم، یعنی آبهای با سختی پایین که به آبهای نرم هم معروف هستند، باید بگم با اینکه فاقد کربنات کلسیم و منیزیم‌اند، باز برای آبیاری گیاهان آپارتمانی توصیه نمیشه، چون این آبها سدیم بالایی داره و pH خاک رو باز بالا میبره و مانع جذب عناصر غذایی میشه و در نهایت باعث صفر شدن خاک گلدون و کاهش نفوذپذیری اون میشه. از طرفی این صفر شدن باعث کم شدن اکسیژن خاک و خفگی ریشه ها میشه. بعضیا سوال میکنن که آب جوشیده سرد شده برای گیاهان آپارتمانی مناسبه یا نه. باید بگم این آب جزو آبهای نرم هستش. درسته که آب جوشیده بهتر از آبهای سخته و زحمت شما برای حذف عناصر مزاحم کمتره، ولی خب ایدئال من برای آبیاری گیاهان آپارتمانی نیست. البته اگر به هیچ آب با کیفیت تری دسترسی نداشتید میتونید از آب جوشیده استفاده کنید، اما قبل از مصرف 1 قاشق چای خوری سرکه به ازای هر لیتر آب اضافه بشه، چون این کار تا حدودی باعث پایین آوردن pH آب میشه. بعد نیست اینجا کمی در مورد pH یا اسیدیته صحبت کنم که شاخص بسیار مهمی برای سلامت و شادابی گیاهان هستش. اصلا pH چی هست؟ pH معیاری برای اندازه‌گیری مقدار اسیدی یا قلیایی بودن محیطه
که گاهی وقتا این محیط مایع هستش مثل آب و گاهی وقتا جامد مثل خاک. مقیاس pH از 0 تا 14 شماره گذاری میشه و عدد 7 به عنوان مقدار خنثی در نظر گرفته میشه. یعنی در محیطی که pH اون برابر با 7 باشه، اون محیط نه اسیدیه و نه قلیه‌ای. اگر pH کمتر از 7 باشه محیط اسیدی میشه و اگر بیشتر از 7 باشه قلیه‌ای هستش. مواد مغذی توی خاکی که pHش 7 بیشتر در دسترس ریشه گیاه قرار میگیره و ما باید سعی کنیم که با تنظیم pH در محدوده خنثی دسترسی گیاه رو به غذا بیشتر کنیم. یکی از ابزارهای مفید که میتونه عدد pH محلول خاک رو و آب رو نشون بده pH متره که تقریبا همه افراد حرفه‌ای یه pH متر دارن. این ابزار رو میتونید از فروشگاه‌هایی که لوازم آزمایشگاهی دارن تهیه کنید. حالا بریم سراغ دسته سوم، یعنی آب لوله کشی. آب لوله کشی از لحاظ شیمیایی هیچ تفاوتی با آب جوشیده شده نداره. فقط دو عنصر مضر برای گیاهان آپارتمانی رو که کلور و فلوراید باشه به اون اضافه میکنن که ضد عفونی بشه. هرچند این عناصر برای انسان مشکلی ایجاد نمیکنه، اما مقادیر بسیار کمی از اون توی آب باعث مسمومیت گیاهان میشه. خیلی از نوک‌سوزی برگ‌ها به خاطر وجود کلور توی آبه که چون ماهیت گازی داره، اگر 24 ساعت آب رو در یک جای روشن و ظرف درباز بذارید از آب خارج میشه و یا اصطلاحاً میپره. اما هنوز در این حالت هم عناصر محلول توی آب برای گیاه ایجاد مزاحمت میکنه. با اینکه آب لوله کشی همیشه در دسترسه، برای گیاهان باز ایدئال نیست. اما اگر تنها گزینتون هست، لطفا قبل از استفاده اون رو بجوشونید و به ازای 1 لیتر هر 1 لیتر آب 1 قاشق چایخوری سرکه به اون اضافه بکنید. آیا چیزی بهتر از آب لوله کشی هم وجود داره؟ بله، آب باران. آب باران برای گیاهان مثل تجربه یک روز آرام بخش تو اسپا میمونه. این آب طبیعی فاقد مواد معدنی و شیمیایی هست که توی آب لوله کشی یافت میشه. جمع‌آوری آب بارون خیلی ساده هستش. کافیه یک سطل تمیز رو وقتی بارون میاد در واقع بیرون بذاریم یا یه پلاستیک تمیز کف پشت بام پهن کنید و یک طرف اون رو به سمت محل جمع‌آوری آب هدایت کنید. بنابراین آب باران و برف بهترین جایگزین برای آب لوله کشی هست و از لحاظ کیفیت مطلوبه، اما خب معایبی هم داره. مثلا جمع‌آوریشون ممکنه سخت باشه، یا اینکه بارندگی توی تمام فصل‌های سال انجام نمیشه، یا اینکه ممکنه همه فضای لازم و کافی رو برای ذخیره آب برای تمام طول سال نداشته باشن. دسته بعدی آب‌ها آب مقطره. این آب خالص‌ترین شکل آبه که از هر گونه ناخالصی و مواد معدنی پاک شده. مثل اینه که به گیاهتون فرصت یک شروع تازه بدین. این آب برای گیاهان حساس مثل سرخس‌های خوش سلیقه ایدئاله. میتونید اون رو از فروشگاه‌های مواد شیمیایی و آزمایشگاهی تهیه کنید یا یه دستگاه تخدیر آب خودتون بخرید و در خونه خودتون آب مقطر تولید کنید که از لحاظ اقتصادی اصلا مغروم به صرفه نیست، به خصوص برای کسانی که گیاهان زیادی دارن. حالا وقتشه که بریم سراغ بهترین و ایدئال ترین گزینه که خودم همیشه از اون برای آبیاری گیاهان استفاده میکنم. آب فیلتر شده با دستگاه تصفیه آب اسموز معکوس یا RO که زیر سینک ظرفشویی نصب میشه. فیلترهای این دستگاه مواد شیمیایی موجود در آب لوله کشی رو از اون جدا میکنن و بسته به سختی یا کیفیت آب لوله کشی در بازه 6 ماه الی 1 سال باید فیلترها تعویض بشه. من خودم آب تصفیه شده رو توی گالون 100 لیتری ذخیره میکنم. خوبی این کار برای کسانی که گیاهان زیادی دارن اینه که در اوج گرمای تابستون که نیاز هستش آبیاری گیاهانتون به سرعت انجام میشه، شما دیگه معطل فیلتراسیون آب نمیمونید. خب تا اینجا با طبقه بندی آبها کمی آشنا شدیم.
توی ویدیوی بعد سعی میکنم در مورد روش‌های سنجش زمان مناسب برای آبیاری گیاهان زینتی صحبت کنم که خیلی میتونه کمکتون کنه تا گیاهانتون رو از خطر پوسیدگی ریشه که خیلی هم شایع شده نجات بدید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. خوشحال میشم که با لایکاتون ازم حمایت کنید و تجربتون رو در مورد آبی که تا حالا استفاده میکردین برام توی کامنت ها بنویسید و اگر سوال، پیشنهاد یا هر مورد دیگه‌ای بود که میتونست کمک کننده باشه تا از گیاهان بهتر، بیشتر و زیباتر نگهداری کنید توی کامنت ها بنویسید تا بتونم بیشتر راجع بهش صحبت کنم. تا ویدیو بعدی، فعلا.